یاران عزیز، من از شما با صمیمیت عذر می‌خواهم. امروز فرمانده شاعر ملت، شاعر شهیر ملت لایق شیرعلی به یادم رسید که گفته است: دوستان وقتی گل خار مرا یاد کنید، چون گلیسن ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خواب، با دل دیده بیدار مرا اون مادری که با چی نیت، با هزارها نیت آرزوهای خود را امروز در زیر خواب برده است. مادر من و هم مادر همسری عزیزم بکسم مادرم در بزم مدینه‌گاهشان کلمه ورزد. من و برادرم آبی جان نعمت یک شعر برای مادری غورمرگ ایجاد کرده. امشب جایز سرودن آن سرود است. معلم میبخشید من از سرود هر چند سرود بشود. مادر وقت شادی و بشه یاد کردن کاری سواب. بگذار اون مادری که امروز در سر خاک است ارواحش آسوده باشد. بگذار آرزوی هوس‌هایی که در دل آنها سالهای سال می‌پروریدند و جامعه عمل نپوشید توی کبیرگانشان را ندیدند، بگذار همه شما همدیاران عزیزم دیدید. خاکی پایم را ببوسم مادری زارم، غنچه باغ بهارم مهربان مزیار. Yakça, aynı şey. Basma, dört basma.
فرزند انسان همه چیز می آید. هر یک کس که به دنیا می آید یک روز باید از دنیا رود. دوستای عزیز